اگر مطلب واقعا هم نجات از آتش دوزخ باشه و انسان فهم صحیح اسلامی هم داشته باشه، چطور جرأت میکنه که جهاد ترک کنه، در خانقاه در ذکر بشینه و آسان ترین راه رسیدن به جنت و به نجات از خلاصی هم شهادت و جهاد باشه؟ دو مطلب است. یا اسلام نمیدانه یا در ادعایی که ما از جنت میخوایم از دوزخ خود به نام تنده ادعا مخلص نیست. و اگر نه فهم اسلامی، نصوص ما از قرآن و سنت دلیل کاملا واضح و به شبهه و به جنجال است. ما به نیت شهادت میجنگیم. الحمدلله که اسلام می عقیده و درس به ما داده بود. و اگر این درس و عقیده نمی بود، گاهی هم جرأت نمی کردیم که ائتلاف بین المللی صلیب را به رهبری امریکا مقابله کنیم. 45,000 لشکر از 40 کشور میاد، یک کشور غریب زیر پا میکنن، تمام دنیا همراهشان تایید، هیچ کس جرأت نداره غلطیش غلطی بگوید و ما چند افراد در یک گوشه و دیگه گوشه با اونا مقاومت میکنیم. اگر همی فهم که شهادت هدف است و رسیدن به شهادت مقصود مومن است، علامه اقبال در شعر خود میگه که مقصود و مطلوب مومن کشورگشایی نیست، شهادت مطلب مرد مومن است. اگر می فهم نمی بود، ما گاهی هم جرأت نمی کردیم که در این جنگ با امریکا و با ناتو دست و پنجه نرم کنیم. از ابتدا در این جنگ شریک نمی شدیم و به این جنگ داخل نمی شدیم و این دشمنی رو به سر نمی برداشتیم، به خاطر از اینکه ما در این جنگ هیچ مناسبت توازن با دشمن نداریم، نه از لحاظ عدد، نه از لحاظ عده، نه از لحاظ تربیت، نه از لحاظ تنظیم انسجام و نه از لحاظ فهم سیاسی و فهم عسکری. صرف امی عقیده است که ما در این جنگ غیر متوازن با دشمن مقاومت میکنیم. محبت شهادت، فهم شهادت و اینکه شهادت هدف است، ما را وادار ساخته که با دشمن خود در این میدان مداخله باشیم. یک چیز است که حال دشمن به ما شکست داده. ما مورال شهادت داریم و اونا مورال شراب نوشی دارن و محبت با زندگی دنیا دارن. این دو لشکر نمیتونن که با هم مقابله کنن. پس صرف یک مطلب که اگر بتانیم که ما مجاهدین راه جهاد و عساکر اسلام به محبت شهادت تربیه کنیم، از اختلاف بین مجاهدین، از تنافس و مسابقت بر امارت، از اختلافات سیاسی بین تنظیم ها و از تمام فتنه هایی که در جهاد است، از اینا ما به امن میمانیم. اگر ما صرف میتونستیم که افراد خود با روحی شهادت، با ثقافت شهادت، با جذبه شهادت تیار کنیم.